باید دنبال بسیار این بچه‌های توجیه مسکن میرن زن دیگه میگیرن لیک در برابر این خانه میروند زن یکمشون خبر میگیرن که چون هستن زندگی میگیرن و زن یکمشون اگر درای بیان میگه مثلا نام بخشمون خاموش میکنه چی باید کرد در این حالت مرد مسئوله مرد وقتی که زن یکم داره باید زن یکمش نگاهبین کنه باید زن یکمش تأمین کنه مثلا زن یکمش باید کمبودی نداشته باشه مثلا بعدی همه حالات اگر مثلا روسیه اومد و همین شخص همین مهاجر از گناه زنا از حرامی مثلا خاص مثلا در حفظ باشه زن گرفت زن عروس گرفت مثلا ایماندار مثلا مسلمان فرق نداره در اسلام مثلا ملت نیست همین که اسلام ده باشه نماز بخونه با امام باشه مرد حق داره بگیره به نکاح به تازه مثال بگیره همیشه نه که مسئولیت زن یکم مسئولیت زن دوم در گردن همین مرده اگر همین مسئولیتش اجرا نکنه عدل نکنه همین مرد خودش گناهکار میشود مثال فیض برکت از زندگیش میپره باید در این حالت هم زن یکمه هم زن دیمه باید نگاهبین کنه و از خدا بترسه و زن یکم اگر فهمید که مرد زن دیم داره مثال داد و فیغان بزنه شکنجه کنه مرد اذیت کنه این زن گناهکار میشود از رحمت خدا محروم میشود هم خودش هم پدر مادرش خدا همه ما را نگه داره